مطبوعات عزیز، قسمی که همتون میدانین کشور ما یک بزرگ خود از دست دادن، یک عزیز خود از دست دادن، یک کسی که با گرفتن نامش گلون ما میپنده. 12 سال با هم یک جای کار کردیم، روز 12 ساعت بعضی اوقات. یادشان گرامی و روحشان شاد. اما با استفاده از موقع، مراتب تسلیت خود را خدمت جلالتمآب رئیس جمهوری کشور، معاون صاحب محترمشان، خانواده در دیدهشان و احباب و همکاران و همقطاران جهاد و مقاومتشان و همه مردم افغانستان تقدیم می‌دارم. بنده 12 سال قبل که به سال 2003 بار اول رئیس دفتر رئیس جمهور شدم، او زمان هم مارشال صاحب معاون اول رئیس جمهور بودن. از اون زمان با هم همکار بودیم و ما در خدمتشان بودم. ما همیشه ایشان یک شخص مصمم، یک شخص همدرد و یک شخص جمع کننده یافتم. هر زمانی که حکومت و حکومتداری با یک بحران مواجه می شد، مارشال صاحب بفقید رول جمع کننده را ادا می کرد، رول ترمیم کننده را ادا می کرد و ایشان همیشه سمبول حوصله‌مندی بودند، همیشه سمبول تواضع بودند. اما بالاتر از همه از این، به اندازه مارشال صاحب ما کم شخصیت ها و رهبرای وطن دوست دیدیم. نمیگیم که دیگه نیست، دیگه هم هستند، رهبرای وطن دوست داریم الحمدلله، ولی مارشال صاحب در رأس لیست قرار داشت. یک شخص بسیار وطن دوست بودن، افغانستان بسیار دوست داشتن. یک شخص متدین و پابند صوم و صلات بود. هر زمانی که جلساتی می بود، در زمان نماز وقفه می گرفت، صدا می کرد وقت نماز است، باز می رفتن نماز می خواندند، پس می آمدند با جماعت و بعد از جماعت و نماز، بعد از نماز جلسات خود دوام می کرد. وفات نابهنگامشان یک ضایعه بزرگ است و یک خلای بزرگ ایجاد کرد. خداوند همه ما را، خصوصا تیم رهبری حکومت فعلی را توفیق بده که این خلا را پر کرده بتوانند و این مدت کمی که از این امانت پیش از این حکومت مانده، این بخیر سپری شده بتونه. قسمی که شما همه در جریان هستین، جلالتمآب رئیس جمهور برای ترتیب مراسم خاکسپاری مارشال صاحب یک کمیسیون عالی رتبه را تعیین کردند و برای بنده وظیفه سپردند که ریاست از کمیسیون با عهده داشته باشم. از دیروز پتر کمیسیون کار آغاز کرد و کار کمیسیون به 4 کمیته تقسیم شد: کمیته امنیتی، کمیته تشریفاتی، کمیته تدارکاتی و کمیته فرهنگی. هر 4 کمیته کار کردند، پلان ساختند، طرح ریزی کردند و 1 ساعت قبل همه پلان ها و طرحهایشان نهایی شد و رفتن به طرف عملی کردنش. مراسم دولتی با خاکسپاری جسد خاکیشان فردا صبح آغاز میشه. مراسم از وزارت دفاع آغاز میشه
ایشان تنها مارشال کشور بودند. بعد با مقامات عالی رتبه دولتی و مهمانان عالی رتبه خارجی که تشریف خواهد آوردند، یک جا نماز جنازه در ارگ ریاست جمهوری ادا میشه. بعد جنازه انتقال پیدا میکنه به بادامباغ و اوجا دوباره جنازه ادا میشه و بعد از ادای نماز جنازه مراسم خاکسپاری در سر تپه بادامباغ می باشد و فاتحه در کابل به روز چهارشنبه به مسجد عیدگاه است. ما از همه قماندان صاحبای پلیس در ولایات و قماندان صاحبای اردوی ما و والی صاحبای ما و دیگه مامورین عالی رتبه ما در ولایات خواهش کردیم که کوشش کنن تشریف نیارن به نماز جنازه و مراسم فاتحه، بلکه در عوض بعد از روز چهارشنبه در ولایات مربوطه فاتحه بگیرن و البته که اونا میتونن که غایبانه نماز جنازه هم ادا کنن. در مقدمه حرفای ما در این موردی بود، ولی یک چند مورد حرفای در مورد کارکرد شما خواهر و برادرای مطبوعات و اونایی که تشریف ندارن. ما من حیث رئیسی کمیسیون و با نمایندگی از اعضای کمیسیون از همه شما واقعا و قلبا ممنون هستم که امو به معیار عزاداری شما برنامه های تلویزیونی و رادیویی و اخبارات و غیره نشرات خود عیار ساختین دمی درست. هر کشوری که یا هر قوم هر ملتی که قدر بزرگای خود بدانه، او ملت بقا داره، او ملت با عزت میشه. با این کارتان که شما عزاداری که اعلان شده بود با او پابندی کردین، از او تخطی نکردین، در حقیقت از بزرگای ملت، از بزرگای قوم، از بزرگای دولتتان ارجگذاری کردین و این ثابت ساختین که ما به او ارج یک ملت بودن و مملکت بودن رسیدیم. الحمدلله. قلبا از شما در این مورد تشکری میکنم و امی آرزو را فردا و پس فردا هم دارم از شما و امی آرزو را در آینده ها هم داریم. خدا کنه به می معیارهای والایی که رسیدیم امی را نگهداری کرده بتونیم.